وقتی زنا و فحشا در جامعه عام شود، خداوند بر سر مردم وبایی می آورد که همه را فرا می گیرد. کعب الاحبار رحمه الله می فرماید هر زمان دیدی که وبا یعنی بیماری های گذرنده عام شده است، بدان که زنا و فحشا عام شده است. پس ای برادران و خواهران مسلمان، شما چه گمان می کنید این وبای عصر که تمام دنیا را فرا گرفت و جان هزاران انسان را گرفت و تا به حال در جامعه غوغا دارد، سببش در چی بود؟ مگر در جامعه امروزی زنا و فحشا عام نشده است؟ شبکه های اجتماعی پر از نوارهای فحشای مردان و زنان مسلمان شده است. حتی بعضی زنان مسلمان در بین 100-200 نفر مرد فاسق از زناکاری هایش نقل می کند. چنان نقل می کند که گویا همانجا با مرد همخوابگی دارد. صداهای شهوت انگیز برآورده مردان را بیقرار می کنند. چون این نوارها روز تا روز زیاد شده ایستاده است، ولی متاسفانه پیش راه این همه بی‌حیایی را کسی نمی گیرد. آگاه باشید، اگر پیش راه این همه بی‌حیایی ها گرفته نشود، خداوند چنان وبای را بر سر این ملت می آورد که اجداد و گذشتگانمان ندیده اند. پناه به خداوند.